کی گفته باید عبادت کنیم؟ دردسرها از همینجا شروع میشه. زیبایی ندارن ولی عظمت دارن. هرچه بیشتر به هیچ بودن خودش پی ببره بیشتر عاشق میشه. اما از حقیقت عشق بیخبرن. عاشق باید خودش رو کوچیک کنه. نیاز دارن به این احساس ذلت. این یکی از فرقای اساسی بین روانشناسی غربی و تربیت دینی. عشق عاشق شدیدتر میشه. بازم اینجا تاکید میکنم حتما پوچی و افسردگی میارن. چطور میشه احساس هیچ بودن کرد ولی شاد بود؟ سلام، من محمدم، اینجا کتاب بخوان و به فصل 11 از کتاب من با خدای کوچکم قهرم خوش اومدید. عشق و عظمت رابطه مستقیمی با هم دارن، یعنی هرچی معشوق بزرگتر باشه عشق عاشق شدیدتر میشه. از این نکته تو بحث عشق به شدت غفلت شده. خیلی فکر میکنن این زیباییه که عامل اصلی شدت پیدا کردن عشقه، در حالی که عظمت و بزرگی تو عاشقی بیش از زیبایی مؤثره. زیبایی میتونه جرقه عشق رو بزنه، اما تداوم عشق با درک بزرگی معشوقه. این از یه زاویه بود، اما از یه زاویه دقیق تر باید گفت بزرگی جزئی از زیبایی واقعیه. اینجوری نیست که یه زیبایی داشته باشیم یه بزرگی، ولی به قدری درباره زیبایی مادی و مجازی فکر میکنیم که اصلا یه جوری فکر میکنیم زیبایی با بزرگی سازگار نیست. امروز این حقیقت رو اون طرفیا فهمیدن ولی ما ازش غافلیم. خیلی از شخصیت‌های محبوبی که تو داستان‌ها و افسانه‌های غربی خلق میشن زیبایی ندارن ولی عظمت دارن. حتی گاهی وقتا از زیبایی ظاهری این شخصیت‌ها کم میکنن تا بتونن جلوه عظمت و بزرگیش رو زیاد کنن. دینم همینطوری به آدم شناخت میده. میگه تو خودت ذره هم نیستی ولی یکی هست که خیلی بزرگه، بزرگتر از اونی که بتونی تعریفش کنی. حالا آدمی که به هیچ بودن خودش باور داره بزرگی رو که تو وجود خودش نیست تو اون وجود بزرگ یعنی خدا پیدا میکنه و عاشقش میشه. از این زاویه خدای قهاری هم که جهنم داره دوست داشتنی میشه، چون جهنم این خدا یه نشونه از عظمت و شکست ناپذیر بودنشه. منتقم بودن خدا یه دلیل میشه برای بیشتر دوست داشتن خدا. روی همین حساب به اونایی که حساسن از این نوع صفتهای خدا هیچ حرفی زده نشه و در واقع یه خدای گزینشی رو میخوان به مردم معرفی کنن و میترسن که اگه جنبه قهاریت خدا رو توصیف کنن مردم از خدا زده بشن، باید گفت درسته که میزان معرفی جنبه محبتی خدا بر جنبه قهری خدا باید بچربه، چون خدا خودش رو اینطوری معرفی کرده، اما نباید اون جنبه قهری رو به طور کامل فراموش کرد. پس بنده هرچه بیشتر به هیچ بودن خودش و بزرگ بودن خدا پی ببره بیشتر عاشق میشه. امروز یکی از غریبترین بحثا موضوع عشقه، چون با اینکه خیلی ازش حرف زده میشه و خیلی فکر میکنن که معنی عشق رو خوب بلدن، اما از حقیقت عشق بیخبرن. اگه کسی حقیقت عشق رو بفهمه نمیتونه انکار کنه که عاشق واقعی دوست داره در نهایت ذلت در برابر معشوق باشه. این ذلت خیلی دوست داشتنیه. آدما دوست دارن ذلیل باشن، حتی تو عشقای دنیایی هم که اگه کسی واقعا عاشق باشه دوست داره پیش معشوقش ذلیل باشه. حالا هرچی معشوق عظمت بیشتری داشته باشه عاشق احساس ذلت بیشتری میکنه و این لذت عشق رو زیاد میکنه. بعضی از این عاشقای دنیایی از این که حتی از معشوقشون کتک بخورن ناراحت نمیشن و حتی یه ذره از عشقشون کم نمیشه که هیچی زیاد میشه. دوست دارن که معشوقشون سرشون داد بکشه. اونا وقتی معشوق توبیخشون میکنه و احساس ذلت و حقارت میکنن لذت میبرن. این لذت بردن ریشه تو حس عاشقانه داره و چیز بدی نیست. قاعده عشق همینه. تو عشقای دنیایی معمولا بزرگی معشوق یه اندازه محدودی داره و بین معشوقا هم فاصله زیادی نیست. اون وقت عاشق برای اینکه بتونه لذت ذلیل بودن و در مقابل معشوق رو بچشه باید خودش رو کوچیک و کوچیکتر کنه و تا میتونه تو خیالش معشوق رو بزرگ و بزرگتر. این بزرگی تو عشقای دنیا خیالیه، اما تو عشق بین و بنده و خدا نیاز نیست بنده خودش رو کوچیک کنه. بزرگی خدا رو که درک کنه خود به خود خودش رو کوچیک میبینه و هیچ.
وقتی این بزرگی رو فهمید پای اون ذلت وسط میاد و بعدش لام ذلت میره قبل از زال و میشه لذت. دقت کردید تو خیلی از این عشقای دنیایی عاشق باید خودش رو کوچیک کنه، اما تو عشق بنده و خدا عاشق خودش رو کوچیک میبینه، یعنی واقعیتش رو میبینه و میفهمه چقدر کوچیک و اصلا هیچه. خیلی جالبه که امروزه میخوان با حس بزرگ بودن به آدم لذت زندگی رو بچشونن، در حالی که آدم طوری آفریده شده که با درک بزرگی خدا و بعدش احساس ذلت در برابر اون لذت رو با تمام وجودش میچشه. درست 180 درجه راه داره برعکس طی میشه. همونطوری که قبلا گفتیم مقدار رشد من و شما تو دینداری و ایمان بستگی به مقدار رشد محبتمون به خدا داره. آنها که ایمان دارن عشقشان به خدا شدیدتر است. سوره بقره آیه 165. رشد محبت هم نشونه های داره. یکی از نشونه های خیلی ویژش همین احساس ذلت و لذت بردن از اونه. این احساس ذلت گم شده امروز بشره. ما نتونستیم این احساس ذلت رو تو مسیر حقیقی بندازیم. الان تو همین دنیای مدرن بعضی دنبال کسی میگردن که برداشت بشن از اینکه اون طرف پاش رو بذار رو صورتشون و لهشون کنه. خوششون میاد. تو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی درخواست میزنه که میخوام برده بشم. پولدارم هست و داره آقایی میکنه، اما احساس ذلتی که بهش نیاز داره تو زندگیش نیست. فکر میکنه اگه پیش یه آدم احساس ذلت بکنه میتونه آروم بشه. وای که چه عالمی و ما چقدر فاصله داریم با این عالم. اهل بیت که راه رو درست نشون دادن، پس چرا ما راه رو گم کردیم؟ میگه امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادی از خدا نخواسته که اون رو پیش خودش ذلیل کنه. خدای مرا در پیشگاه خودت ذلیل و در نزد خلقت عزیز کن. در خلوتی که با تو دارم مرا بر زمین زن و در میان بندگانت سرفرازم کن. هیچ وقت این قاعده رو فراموش نکنید. وقتی معصوم دعا میکنه یعنی داره نیازهای انسان رو دونه دونه فهرست میکنه. اگه معصوم میگه خدای منو شاکر نعمتات قرار بده، معناش اینه که ای انسان اگه میخوای رشد کنی و به زندگی حقیقی برسی نیازمند شکری. وقتی ما معصوم به خدا میگه خدای منو در برابر خودت ذلیل کن، معناش اینه که آدما نیاز دارن به این احساس ذلت. پس چرا اگه احساس ذلت در برابر خدا نیاز واقعی آدمه ما تا الان احساسش نکردیم؟ جواب این سوال یک کلمه است: غفلت. غفلت، امان از غفلت. حواس ما از خیلی نیازمون پرده. اونم برای اینه که حواسمون جمع خیلی از چیزای بی خودی شده. ذهن و دلمون مشغول چیزایی که ارزش ارزنم ندارن، ولی ما بهشون قدر و قیمت طلا دادیم. حالا که از عشق شنیدید و فهمیدید که عاشق دوست داره ذلیل معشوقش باشه، اینم بشنن که عبادت اگه همراه عشق نباشه فقط به اندازه ادای تکلیف خوبه، اما اون لذتی رو که میشنوید اولیای الهی از عبادت میبرن نداره. چقدر این حدیث رسول خدا خوردنی که فرمودن بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشد، آن را در آغوش بگیرد و از دل دوستش داشته باشد، با بدن خیش آن را به جا آورد و خودش را در برابر آن فارغ کند، که چنین کسی باکی ندارد که زندگی دنیا برش چگونه میگذرد، با سختی یا به آسانی. تعبیراتی که تو این حدیث اومدن خیلی جالبن. یکی این که اومده بهترین مردم کسی که عاشق عبادت باشه، نفرموده بهترین مردم کسیه که اهل عبادت باشه یا کسی که عبادت میکنه. بعدش اومده فعانقها. کتاب لغت میگه معانقه اینه که دستت رو بندازی دور گردن طرف مقابلت و اون رو به خودت بچسبونی. این نهایت علاقه بنده به عبادت رو میرسونه. بعدش هم با این که اول حدیث از عشق به عبادت استفاده شده بود، بازم اومده عبادت رو با قلبش دوست داشته باشه. وقتی بنده عبادتش رو عاشقانه انجام داد، دیگه نه سختیای دنیا میتونن اون رو از پای در بیارن و نه جذابیت دنیا میتونن اون رو غافل کنن. اینجا باید به این نکته تاکید کنم که مصداق عبادت تو آیات و احادیث فقط نماز و روزه نیست. نماز و روزه یه بخشی از عبادتن. ما صبح تا شب هر کاری که میکنیم هم میتونه عبادت و بندگی باشه، هم میتونه خلاف بندگی خدا باشه. حتی همین نماز یا روزه میتونه عبادت باشه و میتونه خلاف رسم بندگی و عبادت باشه که قبلا دربارش حرف زدیم. عبادت باید همراه با عشق باشه. حالا با توجه به رابطه عشق و ذلت که ابتدای درس دربارش حرف زدیم، میگیم
عبادت وقتی لذت داره که همراه با ذلت باشه. درباره اینکه چرا ما طعم عبادت رو نمیچشیم حرفای زیادی زده شده، اما به این نکته خیلی باید توجه کرد که عبادت وقتی با احساس ذلت همراه نباشه عبادت نیست که بخواد لذتی داشته باشه. طرف که از طعم یه غذای مثل چلو کباب زیاد شنیده، میره یه جای یه غذای دیگه میخوره به اسم چلو کباب، ولی بهش مزه نمیده و میخوره تو ذوقش. بعد میاد میگه این که طعم خاصی نداشت که اینقدر ازش تعریف میکردید. وقتی توضیح میدی که چی خورده، بهش میگن اونی که خوردی اصلا چلو کباب نبوده که بتونی دربارش قضاوت کنی. راستش چون ما از این احساس ذلت فاصله زیادی داریم، اصلا معلوم نیست تا حالا چیزی به اسم عبادت تو زندگیمون انجام داده باشیم که بخوایم درباره طعمش قضاوت کنیم. عبادت حقیقی وقتی شکل میگیره که شما احساس کنید به حرف کسی دارید گوش میکنید که با سلولای بدنتون دوستش دارید. این حس محبت که نباشه، عبادت حالت تحمیلی پیدا میکنه و لذتی نداره. البته داخل پرانتز بگم که همین حالت تحمیلی اگه تحمل بشه میتونه با در نظر گرفتن بعضی از نکاتی که انشاءالله بعداً میگیم انسان رو ببره به سمت همون عبادت عاشقانه. یعنی کسی نمیتونه بگه حالا که من از عبادتم لذت نمیبرم و به زور انجامش میدم دیگه نباید انجامش میدم. با پاک کردن صورت مسئله که چیزی حل نمیشه. ما نوع آفرینشمون طوریه که نیاز به عبادت داریم و بدون عبادت احساس آرامش نمی کنیم، ولی باید هر چی میتونیم عبادتمون رو به عبادت حقیقی نزدیک کنیم تا بتونیم بیشترین بهره رو ازش ببریم. اینجا پرانتز رو ببندیم و برگردیم به بحثمون. عبادت وقتی همراه به عشق باشه حتما همراه با ذلت هم هست، چون گفتیم تو رابطه عاشق و معشوق احساس ذلت هست. اگه احساس ذلت نباشه رابطه عاشقانه نیست. حالا اگه بخواید این احساس ذلت رو همیشه با خودتون داشته باشید، باید محبوبتون رو بزرگ ببینید، وگرنه اگه این احساس ذلت بیاد خیلی زود میره. بذار یه مثال بزنم. یه موقع شما خودتون رو از کسی بالاتر میبینید و اون بهتون دستور میده که فلان کار رو انجام بده و شما میگید چشم و انجام میدید. یه موقع کسی که شما خودتون رو با اون مساوی میبینید این دستور رو میده و شما بهش میگید چشم. گاهی هم کسی که به شما دستور میده کمی بالاتر از شماست. تو این سه حالت حتما حستون با هم فرق داره. تو حالت اول اصلا بدتون میاد و شاید فقط برای ظاهر سازی بگید چشم. تو حالت دوم هم بازم بدتون میاد اما کمتر از حالت اول. تو حالت سوم شاید بدتون نیاد اما زیادم به خوشتون نمیاد. حالا فرض کنید امام زمان شما رو صدا بزنن و بگن فلان کار رو انجام بده. اون موقع چه حسی دارید؟ چقدر از اون کار لذت میبرید؟ حتی اگه کاری که ایشون دستورش رو به شما دادن کار کوچکی باشه، بازم احساس میکنید دارید رو ابرا راه میرید. کافی تصور کنید حضرت به شما بگن برو یه لیوان آب بیار. چقدر احساس شعف میکنید؟ چقدر احساس وجود میکنید؟ چرا؟ چون عظمت امام زمان برای شما معلومه، دستورشون هم براتون شیرینه. نمیدونم رابطه درک عظمت خدا و فهم ذلت خویش و تاثیرش تو لذت عبادت رو تونستم تو این مثال براتون بگم یا نه. وقتی آدم عظمت خدا رو درک کرد در برابرش احساس ذلت میکنه و وقتی این احساس ذلت اومد دوست داره که بهش دستور داده بشه. این یه درجه بالاتر از وقتی که دوست داره دستوری که داده شده رو انجام بده. اصلا منتظر که خدا بهش دستور بده و اون انجام بده. ما زیاد شنیدیم که عبادت غذای روح، اما شنیدن کی بود مانند چشیدن. وقتی شما عبادت رو اینجوری که گفتیم چشیدید، فهمیدید که غذای روح بودن عبادت یعنی چی؟ اون وقتی که دیگه نیازی نیست اثبات کنیم چرا خدا از ما خواست عبادت کنیم. وقتی یه پدر غذای سفره خانواده‌اش رو تامین میکنه، کسی نمیپرسه چرا این کار رو کرد. خدا وقتی غذای روح آدم رو با دستوراتش فراهم میکنه، اصلا آدم جز تشکر حرف دیگه‌ای در برابر خدا نداره. حالا اگه جوان امروز میپرسه که چرا خدا از ما خواست عبادتش کنیم و ما میگیم عبادت غذای روحه و ما نیاز داریم بهش، ولی اون قانع نمیشه، برای اینکه غذای روح بودن عبادت رو نچشیده. ما اگه بتونیم توحید جوان امروزی رو قوی کنیم طوری که بزرگی خدا رو درک کنه، دیگه لازم نیست بشینیم براش از فلسفه عبادت بگیم تا راضی شه عبادت کنه. اون وقت باید فقط از شیوه عبادت بهش گفت. باید گفت که اگه این طوری عبادت کنی خدا بیشتر راضیه و اگه این طوری عبادت کنی خدا کمتر راضیه. مخاطب ما هنوز عظمت معبود رو درک نکرده. ما داریم از فلسفه عبادت میگیم. تو معبود رو بهش خوب معرفی کن، اون خودش دنبال عبادت میره. اگه معبود رو درست فهمید از پیشت نمیره تا وقتی که بهش بگی باید چیکار کنه تا بتونه عبادت این معبود رو به بهترین شیوه انجام بده. اما حالا برعکس، اون یقه ما رو گرفته و ول نمیکنه که کی گفته باید عبادت کنیم.
این احساس هیچ بودن حال عجیب و بی‌نظیره. وقتی میاد خیلی از مشکلات زندگی رو حل میکنه، مشکلات فردی، اجتماعی، فکری، تربیتی و غیره. ممکنه بعضی بگن این حس هیچ بودن آدمو به شدت افسرده میکنه، اما اشکال کار اینا اینه که به یه قاعده توجه نمیکنن و این حرفو میزنن. شما هرچی بیشتر فقیر باشید، وقتی که به یه گنج میرسید بیشتر خوشحال میشید. اونی که میلیاردها پول داره و گنج پیدا میکنه به اندازه کسی که فقیره و یه گنج پیدا میکنه خوشحال نمیشه. شما برای اینکه از داشتن خدا بتونید به اوج شادابی و نشاط برسید، باید به اوج فقر و نداری و هیچ بودن خودتون توجه داشته باشید تا از اینکه خدا مال شماست خوشحال بشید. مگه میشه این سرزندگی و خوشحالی رو جای دیگه پیدا کرد؟ اونایی که فکر میکنن توجه به هیچ بودن آدم رو افسرده میکنه، یادشون رفته که ما میگیم این احساس هیچ بودنه در برابر خدا دست میده و کسی که به هیچ بودن رسیده به خدا رسیده. واقعا بعضی از حرفات ظاهر قشنگی دارن ولی به شدت مخربه. برای اینکه به قول بعضی آدم افسردگی نگیره، دائم بادش میکنن بعد که باد شد میترکه و میمونن باش چیکار کنن. دین آدم رو باد نمیکنه، رشد میده. رشد آدم به نزدیک شدن به خداست. به خدا که نزدیک شدی احساس هیچ بودن میکنی و این احساس هیچ بودن یه دنیا نشاط توشه، چون در کنار خدا بهت دست میده. این یکی از فرقای اساسی بین روانشناسی غربی و تربیت دینی که تو تفکر غربی هی میخوان آدم رو بزرگ کنن تا بتونن امیدش رو به زندگی زیاد کنن، اما تو تربیت دینی برای زیاد کردن امید به زندگی انسان رو به یه بزرگ وصل میکنن. این دوتا به اندازه راه زمین تا آسمون با هم فرق دارن. اولی بدون کمک گرفتن از قدرت توهم آدم نمیتونه کاری رو پیش ببره، چون واقعیت اینه که آدم هیچ. شما اگه بخواید به یکی که هیچ ثابت کنی که بزرگه، باید به قدری توهمش رو قوی کنی که بتونین دروغ رو باور کنه. اما دین میگه تو هیچ تا وقتی خودت هستی و خودت هیچی نداری، عالم و آدم هم که دست به دست هم بدن نمیتونن تو رو بزرگ کنن. تو به جای این که بخوای آب تو هاون بکوبی تا بزرگ شی، باید بری به یه بزرگ وصل بشی. اون موقع بازم تو نیستی که بزرگ شدی، تو غرق یه بزرگ شدی. درست مثل یه قطره که به دریا متصل میشه، این قطره بزرگ نشده، به یه بزرگ متصل شده. اون روانشناس غربی هم میخواد به این قطره بگه تو بزرگی، بزرگ. از اون طرف قطره به خودش نگاه میکنه میبینه خیلی کوچیکه، پس چرا بهش میگن تو بزرگی؟ اما بازم غربی نمیذاره قطره به حقیقت خودش فکر کنه، به هر وسیله شده توهمش رو قوی میکنه تا اینکه قطره باورش میشه که بزرگه و دردسرها از همینجا شروع میشه. چرا؟ چون قطره است ولی میخواد کار دریا رو بکنه. مشکل بشر امروز همینه که قبول کرده بزرگه و میخواد خودش کارهایی رو انجام بده که فقط یه بزرگ میتونه انجام بده. مثل اینکه میخواد 0 تا 100 برنامه زندگیش رو از تولد تا مرگ خودش به تنهایی برسه بدون اینکه به خدا متصل بشه. فکر کنم الان بتونید تصور کنید که چه بلای سر این آدم و محیط اطرافش میاد، هم تو زندگی فردیش هم تو زندگی اجتماعیش. اینکه امروز بشر به این منجلابی رسیده که هممون داریم میبینیم نتیجه بزرگ دیدن خودشه. اما تو تربیت دینی میگن بشر تو هیچی نیستی، نه علم داری، نه حکمت داری، نه قدرت داری، هیچی نداری. انسان رو که به خودش اینطوری معرفی کردن، خدا رو اینطوری معرفی میکنن. هر چی خوبی بخوای، با هر اندازه بخوای، توی خدا میتونی پیدا کنی. چی میخوای؟ قدرت، علم، حکمت، مهربانی، عزت، هر چی خوبی که تو ذهنت باشه و حتی خوبیایی که تو خیالت نمیگنجن، همشون رو میتونی پیش خدا پیدا کنی. تو مرحله بعدم میگن تو اونی و خدا اینه. حالا اگه میخوای این خدا برای تو باشه، تو بنده این خدا باش. حتما این حدیث رسول خدا رو شنیدید که در آسمان هفتم خداوند فرشته ای را گماشته که نامش داعی است. وقتی ماه رجب فرا میرسد، این فرشته هر شب تا صبح این گونه ندا میداد: خوشا به حال کسانی که اهل ذکر هستند، خوشا به حال کسانی که اهل اطاعت هستند. و خداوند متعال میفرماید من همنشین کسی هستم که همنشینم باشد و مطیع کسی هستم که از من اطاعت کند. اگه با این خدا باشی، چشم و گوش و وجودت همه خدای میشن. در یه حدیث قدسی اومده که خدای عزیز فرموده بنده من با چیزی محبوب تر از واجبات به من نزدیک نشده و او با این که من تنها واجبات را از او خواستم به واجبات بسنده نکرده، با مستحبات هم به من تقرب میجوید تا این که من او را دوست میدارم. وقتی او را دوست داشتم، گوشش میشوم که با آن میشنود، چشمش میشوم که با آن میبیند، زبانش میشوم که با آن حرف میزنه و دستش میشوم که با آن کار میکند. اگر مرا بخواند پاسخش میگویم و اگر چیزی از من بخواهد به او عطا میکنم.
بازم اینجا تاکید میکنم احساس هیچ بودن اگه با یاد همه چیز بودن خود همراه نشه حتما پوچی و افسردگی میارن. بعضیا که با تزریق حس هیچ بودن مخالفت میکنن برای اینه که فقط به این طرف قصه نگاه میکنن، در حالی که این دوتا باید با هم باشن تا آدم رو رشد بدن. تا ویدیو هفته بعد، خدا نگهدار.